در جنوب غربی آفریقا، جایی مرموز با کوههای بلند، گونه‌های متنوع خیره کننده زنده وجود دارد. کاملا به زندگی در فضای بایر عادت کردند. باید دائم در حرکت باشند. اینجا همه حیوانات آسیب پذیرند. روش‌های هوشمندانه ای را در پیش گرفتند تا بتوانند زنده بمانند. هر روز نبردی برای زنده ماندن و دوام آوردن است. از کوههای بلند درکنزبرگ تا جنگل‌های انبوه دره‌های رودهای ساحلی، حیات وحش در حال بازگشت است. چشم‌اندازهای حیات وحش آفریقا.